خوش برگشتید به کدوم یکی کیکم. به تبریک بگم ایدی، تا تونستی تمام مراحل بیای بالا و تشخیص بدی کدوم کیکه. و اما الان در مرحله آخر، شیرینی واسه شیرینی. در این مرحله ما برای شما 2 تا آیتم عجیب غریب آماده میکنیم که شما باید تشخیص بدی کدومشون شیرینی هست و بعد شما شیرینی رو میگیری و بستونه. ایدی بابا بگو با اون پول میخوای چی کار بکنی بابا؟ من با این پول میخوام برم به ملاقات برادرم علی که تقریبا اون از زمان بچگی ندیدم. تو چقدر شیرینی بابا. خب چی میشه اگه بهت بگم لازم نیست پولتو خرج کنی تا بری دهاشتو ببینی؟ خب چون ما دهاشتو آوردیم اینجاییو. علیه! آره ولی خب کدومشونه؟ جانم؟ کدومشون داش شماست داشم؟ یکیشون یه شیرینی خیلی خوشمزه است که شما رو به شیرینی 25 میلیون دلاری میرسونه. کلن گرا بیشتر نداری که بفهمی کدوم داشت کدوم شیرینی. زمانم داره میره عزیزم. ولی جفتشون خیلی واقعیه، یعنی کدوم میتونه باشه؟ شیرینی یا جون شیرین علی؟ کدومشون انتخاب میکنی؟ برو. من نمیخوام بخوام. نه میخوای که بخوای. زود باش انجامش بده، سریع باش. برو بکن. این یه شیرینیه. دوباره به تبریک میگم ایدی، شما برنده یک کدوم یکی ترکه شدی. با کیک میاد. سلام ایدی.